و اما نوبت میرسه به تک رقمی شهرمون، آقای ابوالفضل محمدی، رتبه 6 منطقه و 12 کشور. قطعاً دونه به دونه کلماتش برای همه بچه‌ها مفیده. بریم که صحبت‌هاشو بشنویم. سلام، ابوالفضل محمدی هستم، رتبه 6 منطقه 2 و 12 کشوری رشته تجربی. در خدمتتون هستم. خیلی خوشحالم که تو رو در کنار خودم دارم. ابوالفضل جان، به تبریک میگم بابت رتبه خیلی خوبی که کسب کردی. ابوالفضل جان، میخواستم که بدونم در طول سال کنکورت از چه منابعی استفاده میکردی، حالا منابعی که مختص کنکور سراسری بودن و چه منابعی برای امتحان نهاییات استفاده میکردی. اینا رو اگر به من یه توضیح بدی خیلی برای هر درس. آره، برای هر درس. بله. خب بذارین از زیست شروع کنم. من زیست رو اول تک پایه خیلی سبز رو میزدم، خب به نظرم همه باید بزنم اول. بعد دوتا جامعه پینوکیو که ما خیلی سبز شد و جامعه آیکیو. برای فیزیک اول نشر الگوهای تک پایه، بعد نردبان‌های تک پایه، جامعه نداشتم. برای شیمی هم که خب مبتکرام همه میزنم، بعد آیکیو جامعه. آقا باز همه اینا رو زدی؟ مردونه چون میخوایم به بچه‌ها تقریبا همشون کامل زدم. بعضی کتابا بودن که کامل نشدن تا کنکور. درست. تقریبا خب بس میتونیم بگیم که شما این منابعی که گفتی رو 90% آره دمشون میگم. چون ریاضی حالا برای شیمی من خواستم بگم چند تا کتاب چی هم داشتم مبحثی، یعنی شما گفتی مبتکران زدی شیمی کامل، بعد آیکیو جامع، این دو تا کتاب مثلا عبارتنامه خیلی سبز و مثلا مسائل عبارات درست نادرست خیلی سبز. آره. و مسائل شیمی نشر الگو اونم کار کرد. بعد مسائل شیمی نشر الگو رو روتین شبانه داشتی یا نه؟ آره دیگه، شما که در جریان هستید. روتین شبانه داشتی. بسیار عالی. بعد برای ریاضی چه منابعی؟ برای ریاضی باز نشر الگوهای تک پایه، بعد نردبان‌های تک پایه، البته برای 12ام نداشتم. بعد آیکیو جامع. مهرما هم داشتم ولی فقط از درسنامه‌ش وقتی می‌خواستم جلوتر از کتاب مثلا بخونم. درست. از درسنامه. آره، درسنامه مهرما میتونیم بگیم درسنامه جامعی. چون تستاش خیلی صد پایین بود نمی‌دونم. خب دیگه درس دیگه مون برای منابع امتحان نهایی. امتحان نهایی هم فرمول 20 برای 4 تا کتاب، برای 4 تا درس اصلی داشتم. کتاب کمک درسی، برای مثلا هویت اجتماعی و برای سلامت بهداشت کتاب کمک درسی نداشتم. برای عربی و دینی و فارسی فرمول 20 داشتم. برای زبانم قول امتحان. این فرمول 20 رو تایید می‌کنی که فرمول 20 تو پیشنهاد. خب درود بر شما. بعد درس‌های اختصاصی هم دیگه همونایی که قبلا خونده بودی حکم امتحان نهایی رو برای آره، من فقط کتاب درسی‌هاشون رو یه دور قبل امتحان. میشه گفت مثلا کتاب درسی بیشتر اون تمریناشونه که مد نظره، حالا تو بحث ریاضی و فیزیک اینا. برای فیزیک مثلا یه سری مفاهیمش هم ممکنه بیاد. متن کتابش بله. شما سوال دیگه داری تو این قضیه؟ روی منابع نه دیگه، همه چیز کامل و عالی بود. بعد از منابع جناب یوسف نیا، الان نوبت اینه که بگیم این آزمون‌های آزمایشی که شرکت کردید چیه و اینا رو یه تحلیل بکنیم و ببینیم اهمیتشون تو چه شکله. استارت بحث. من از دهم ماز می‌زدم و از 11ام قلمچی رو بهش اضافه کردم. خب 12ام یه آزمون زیست آرمان هم گرفتم بهش اضافه. آرمان هم دکتر آرمان خودمون. نه یه چیز آرمان خیلی کتاب آرمان چیز آزمون‌های آرمان مخصوص زیست هستن که من باهاش پیش نمی‌رفتم و سوالش خواستم استفاده کنم. خب خرید. درسته. خب بعد رتبه‌ات هم یه توضیح بده ببینیم چیکار می‌کردی، همیشه چه رتبه‌ای داشتی، ترازت چجوری بوده؟ مثلا من تو آزمون قلمچی معمولا تو 10 تا اول بودم، یعنی حالا بخوام مثلا بیشتر 2 بودم توی شهر خودم. تو کشور خیلی رتبه جالبی نداشت. یه نوعی کشوری فکر کنم بعد عید فقط توی قلمچی داشتی. قبل از عید. قبل عید بود. قبل عید. آره. این نوع کشور داشتم که دیگه رکوردم. آره. یعنی تو کشور خیلی جالب نمیشه. یعنی مثلا زیر 100 شاید مثلا تعداد انگشت رتبه داشتم. کلا قلمچی اینجوریه که خب یه وقتایی هم مثلا کمتر از این حرفام شده. یعنی در اول که کرمون هم نمیشه. الان این مثلا این حساسیتی که واسه بچه مردم ایجاد شده، الان خیلی از بچه‌ها دارن ما رو
نگاه میکنن. ما نگاه میکنیم مثلا اونو نشون میدن اون ترازش فلانه، اون یکی درصدش فلانه. ما از الان بدونیم اونی که ترازش اینجوری رتبه یک اون از الان رتبه بندی کنیم که اصلا اینا معیار نیست. اینو بگو ببینیم چه جوریه. اولا که اصلا من خیلی اهمیتی نمیدادم به این، یعنی ناراحتیم مثلا در حد یکی دو روز بود واقعا. صحبت میکردم یه خورده سعی می‌کردم بیشتر خودتو با خودت میسنجیدی، یعنی عملکرد. دقیقاً با گذشته خودم تحلیل آزمون میکردم، میگم که آقا چیکار بکنم که این بهتر بشه، ولی اهمیتی نمیدادم که واقعا الان چندم شهرام فلان. آره با یه رقیب یه دوست عزیزی که داشتم، با خیلی دوست داشتم که بزنم پیازش بالاتر، با اون رقابت سالم و لذت بخش. بله دوست بودن اما رقابت هم میکردن. بله. اینجوری و کلا خیلی هرس نخورن در چای رسی. اگه میخوام توصیه بکنم اینه که خیلی در واقع حساس نشید روی بحث تراز و رتبه و اینا، چون به هر حال یه سری تقلب‌ها هم هست و یه سری طبیعیه دیگه. بله. آیا سپنا شما نظرت در مورد ترازا چیه؟ یعنی ببینید من اتفاقا حرفم همینه، مثلا کسی که حالا معمولا توی 10 تای اول شهر بود و حالا بعضا میخورد به کلیدها و بالاخره به یه سری مسائل زیر 10 نفر بود، حتی 30 هم مثلا میشد. این آدم میاد میشه 6 منطقه 12 کشور. 12 کشور خیلی این راحتی نیست. 12 کشور با یک کشور اصلا اونقدری که بچه‌ها فکر میکنن نیست. در حد شاید فکر کنیم 5 تا تست باشه. با 8 کشور ما فقط فکر کنم 30 تا تراز ایشون 30 تا تراز معنی 2 تا تست و یه دونه تست میده بچه‌ها. یعنی 12 کشور به دست آوردن کار سختیه. آیا این 12 کشور تمام ترازای قلمچیش و فلان اینا همیشه نفر یک این استرس دوست دارم از بچه‌هام جدا بشه، چون الان یه معیارایی به وجود اومده، خانواده بچه تحت تاثیر اینا قرار میگیره و این فوق‌العاده مخربه و بعضا فشار خانواده بچه‌ها رو میبره به سمت کلید زدن، تقلب و عزت نفس بچه‌ها رو ازشون میگیره. یعنی چون احساس ارزشمندی خودشون رو گره میزنن به رتبه و تراز قلمچیشون و این به شدت از لحاظ روانی به بچه‌ها آسیب میزنه. برخورد خانواده به چه شکل بود با ترازای شما؟ خیلی واقعا منطقی و خوب، یعنی در یک کلمه میخوام بگم حساسیتی نداشتم اصلا. یعنی خدا شدی آفرین خدا شکر، بعد شدی خب طور نیست تلاش کن رفت بعد، یعنی هم در همین حد، یعنی اذیت نمی‌کردن. این خانواده و این برخورد با دانش آموز میتونه یک الگویی برای خانواده ها باشه که ما فشار فزاینده‌ای به بچه نیاریم و اون رو از روی ترازای قلمچی صرفاً قضاوت نکنیم. من بحثم دید درست نسبت کنکور، حالا هم برای خود بچه‌ها بیشتر، هم برای خانواده‌ها. شما بدونید که هدفتون چیه، هدفتون اینه که آماده بشید برای کنکور. حالا این مثلا آزمایشی هر چیزی ممکنه که پیش بیاد، یعنی اونقدر ملاک نیست برای تو که تو روان خودت رو هم بری. جای مسابقه عوض شده، طرف مسابقه تمرینیشو گذاشته جای مسابقه اصلیش. دقیقاً. بعد روزی که میره مسابقه اصلی اصلا نداره بخواد مبارزه کنه. و این بیشترین کلیدش بحث خانواده است. من تو این 2 روز سالا بحثایی که بچه‌ها کردن، تو رو خدا خانواده‌ها اینو بیشتر نگاه کنن تا بچه‌ها. خانواده‌هایی که حامی بودن بچه‌هاشون نتیجه گرفتن، نه خانواده‌هایی که سختگیر بودن و استرس به بچه‌هاشون دادن. بسیار عالی. ان شاءالله که اتفاقات ابوالفضل جان بیایم ببینیم که و بررسی کنیم و توضیحی بدید به ما که شما ساعت مطالعه، یعنی میانگین مطالعه روزانه چقدر بود و حالا ماکسیموم مطالعه، حالا سقف مطالعه چقدر بود، کف مطالعه چقدر بود. آره اینو یه توضیح بدید ممنون میشه. خب تو هر دوره‌ای فرق می‌کنه. یه بار مثلا تو اوج بود آدم بیشتر می‌خونده، یه بار مثلا کمتر می‌خوندن، تو مدرسه‌ها مثلا می‌رفتن. میانگین کلش اگه بخوام بگم مثلا شاید 7 یا 8 ساعت میانگین مطالعه. کمه. خودم خیلی هرس می‌خوردم سر این موضوع، ولی دیدم الان می‌بینم که خیلی نیاز نبود شاید هرس می‌خورم. حالا خدا رو شکر که پشیمون نیستی. نه اتفاق خوبی. میگم که اگر بیشتر می‌خوندم بهتر بود، ولی میگم کاش که اینقدر هرس نمی‌خوردم. این میگی تو اوجم مثلا اینقدر میخونم، این اوج به چه چیزایی بستگی داره آیس؟ یعنی مثلا منظور از اوج روحیت انقدر خوب بود یا انگیزه داشتی؟ فکری آدم نداشته باشه مثلا. پس با این تفاصیل شما مثلا برنامه ریزی که میشینن فیکس میکنن نیست، پروژه‌ای بود. یعنی من این مبحث رو تموم کنم،
بیشتر اینجوری آره. میشه گفت که اینجوری بود، چون من یه دوره قبل از اینکه حالا مثلا با یوسف آشنا بشم کلا مبحثی می‌خوندم، یعنی اصلا تایم اصلا مهم نبود. پس منظم‌تر شد بعد از آره بعدش میگم بهتر شد، ولی خب میگم این یه دوره هم کلا اصلا از اون برای بود در واقع افتاد. آره میدونی چرا من این بحث می‌کنم یوسف میام مثلا دانش آموز میاد میگه آقا فلانی برای من گفته من روزی 14 ساعت درس می‌خونم. یوسف ما همون آدمیم، آقا روزی 14 ساعت بعد یه ذره منطقی بحث کنیم، شدنی نیست. بعد ما میگیم آره یک آدم اگر یه چیزی رو دوست داشته باشه ممکنه در این طول یک روز هم 14 ساعت بتونه یه روز این کارو بکنه. خدا خیرت بده که بتونه این حرکت بکنه. ولی دانش آموز باید بدونه اگه میخواد رتبه 12 کنکور بشه، البته برنامه هر کسی مال خودشه، مثل اثر انگشت دقیقاً. شما حالا چون ایشون یه روزی تونسته 400 درس بخونه لزومی نداره شما بگی من به طور متوسط میتونم، نه اون مال خودته، ولی میخوایم آشنا بشیم دیگه. شما پس میگی آقا یه روزم میشه من 6 ساعت خوندم، یه روزم 4 ساعت خوندم، ولی میانگین رو 7 ساعت رفتم. بس مثلا مینیمم ماکسیمم هم که بخوایم بگیم مینیمم حالا غیر از اون روزایی که نمیتونستم درس بخونم، حالا یا روزی که سر استراحتم بوده یا واقعا حالم خوب نبوده که نمیتونستم بخونم، مینیممش مثلا ساعت شاید 4.5 ساعت بوده. روزایی که مدرسه داشتم خیلی نمیتونستم درس بخونم. ماکسیممش هم یادم دقیقاً 13 ساعت و 10 دقیقه یه روز تونستم بخونم ماکسیمم مطالعه. ولی خب آیه شهرام رحیمی هم خب گفتن دیگه این مسیر شخصی شما بوده، یعنی حالا یه جایی شاید من نیاز داشته باشم 10 ساعت روزانه بخونم، یعنی هر کسی مسیر خاص خودشو داره و باید راه منحصر به خودشو مدل بله خودشو خودش پیدا کنه. چون ابوالفضل حالا چیزی من احساس میکنم ابوالفضل پایه وحشتناک قوی هم داشته، یعنی بحث اینه که مثلا ما قبلا باش صحبت میکردم، حالا قبل از شروع فیلم برداری من باش صحبت میکردم، مثلا شما دقت کنید مثلا بعد از دی برای جمع کردن یه فصل فیزیک 2 ساعت وقت می‌داشت، یعنی 2 ساعته جمع میشد. این نشون میده خب این بچه بیس خیلی قوی داره و در 10 و 11 به هر حال مطلب براش خوب جا بله افتاده. درست. و خب شاید یه جاهایی نمیطلبیده دیگه حالا بیشتر از 7-8 ساعت درس بخونه. البته یوسف این دانش آموزی که الان پای ضعیفی داره نمی‌پاشه از پیش پای فیلممو بره. نه داریم کسی رو که الان تو جمع خودمون بعد از این باش مصاحبه می‌کنیم که اصلا پایه تعطیل بوده. اصلا متین خسروی من همینجا اسمشو میبرم، متین خسروی 10 ماه کنکور جمع کرد، یعنی بچه‌ای بود 10 ماه کنکور جمع کرد با پایه‌ای صفر. حالا این بحث دغدغه جدیدی که واسه ما با وجود اومده بحث امتحان نهایی آقای یوسف نیا، خب که نقاط ضعف و قوتش با این کنکور امسال مشخص شد. حالا متاسفانه بچه‌های امسال ما شاید یه جوری قربونیش بودن و داشتیم کسایی رو که امتحان نهایی بدجور قلقمشون کرد. حالا می‌خوایم در مورد اون بحث کنیم خیلی صادقانه. حالا مثلا 2 نفری هم که کنارت نشستن جزو بی سیاست ترین آدمای شاید آموزش باشن، ما اصلا بلد نیستیم چیزی رو بپیچونیم. خیلی صادقانه به بچه بگو از کی نهایی رو شروع کردی؟ آیا به نظرت این کاری که کردی کافی بود یا نه؟ اگه مثلا الان دوباره اون تاریخ میرسید یه برنامه دیگه‌ای براش ارائه میدادی، قشنگ برای بچه‌ها تحلیل کنید زمان. من از بعد عید شروع کردم نهایی رو خوندن، ولی خب تو پرانتز بگم که من خیلی درسام خوب بود توی حساب درسای عمومی. یعنی وقتی عمومی ها حذف شد من از کسایی بودم که خیلی ناراحت شدم. تو فوق‌العاده عربی و عربی 100 می‌زدم، دینی 100 می‌زدم، زبان مثلا 90 می‌زدم، اینجوری بود. درود بر تو. بریم میخوام بگم که بعد عید شروع کردم روزی یه پارت می‌خوندم. همونم بعضی وقتا نمی‌خوندم تا دم امتحانا که دیگه خوب شد امتحانی قشنگ روز قبل امتحان کامل خوب پیشنهاد چیه یوسف شما برای امتحان نهایی؟ برای امتحان نهایی حالا چون یه خورده الان ترسناک‌تر شده، توصیه ما اینه که بچه‌ها بیان تک درس، یعنی مثلا از اول مهر رو ادبیات کار کنید، ادبیات رو جمع کنید، به جای خوبی برسونید، بعد عربی رو وارد سیکل کنید که دیگه از بعد عید دستتون خیلی راحت‌تر باشه. یعنی اینم متناسب برای هر دانش آموز متفاوته. بله. داره میگه من پایه عمومی عالی بوده، ایشون پایه عمومیش عالی بوده، خب روزی یه پارت میخونده، بعضا هم خب میگه نمیخوندم که به هر حال بالا این بودی پایه خیلی خوبی داشت. سوال بعدی این که آقای رحیمی واقعا بدونیم مثلا ابوالفضل جان شما
نقاط قوتت چی بود؟ مثلا حالا ما میدونیم همه میخونن، همه تست میزنن، همه شاید 2 تا 3 تا آزمون ثبت نام کنن، آزمون بشینن. چه کار متفاوتی میکردی؟ مثلا من یه کار متفاوتی از تو دیدم، حالا پشت صحنه صحبت میکردیم قبل از اینکه برنامه رو ضبط کنیم، به من گفتی که من چک لیست اشتباهات و بی‌دقتی داشتم. در مورد این نقاط قوتت به من اول بگو و اون چک لیست رو توضیح بده، به اضافه اینکه بزرگترین پشیمونی خودت توی سال کنکورت رو هم به من توضیح بدی ممنون میشم. در نقاط قوت واقعا چیز خاصی به ذهنم نمیرسه، همین که خودتون اشاره کردید مثلا چک لیست هایی بخوام یکم دربارش توضیح بدم، من از یه دوست عزیزی اینو مثلا یاد گرفتم. اسمشو ببر. آقای مهدی مرادی، دوست عزیزی دانشجوی دانشگاه تهران داروسازی میخونه. درود برش. گفتن که مثلا ما سال کنکور کار می‌کردیم و اینا، من از ایشون یاد گرفتم این کارو و برای هر چیزی تقریبا من چک لیست داشتم. یعنی چک لیست صبح برای بیدار شدن، چک لیست شب خوابیدن، چک لیست مثلا برای هر درس مطالعه. شما می‌پرسید چک لیست چیه؟ اینا که تیک میزنی که من این کارو بکنم این کارو بکنم. حالا من میخوام همین رو بگم، چون یه وقتی هست آدم مثلا هایپه، به قول خودم خیلی حالش خوبه، میخواد درس بخونه، قشنگ تمرکز داره، درست میخونه. یه وقتی هم هست نه، یعنی مثلا حواسش پرته یا هر چی. برای اینکه این بتونه یه خورده متعادل بشه، درس خوندن همیشه درست باشه، همیشه حداقل خوبی از کیفیت داشته باشه. حالا من الان دارم اختصاصا چک لیست هر درس رو توضیح میدم. مواردی که باید در حین مطالعه یا تست زنی هر درس رعایت بشه رو تو چک لیست باید بنویسه. که آقا مثلا مثال میزنم، برای زیست آقا به شکل ها توجه و مثبت هم بیانشون میکردی. آره. حالا من چک لیستام اگه دوستان ببینن با خودم خیلی صمیمی و خودمونی صحبت میکردم. خود تحویل میگرفت. آره دقیقاً، یعنی قلب میکشیدم برای یعنی اصلا یه وضعیتی خودشو دوست داره. آره. خیلی خوبه دیگه. خلاصه اینجوری بعد شما هر وقت میخوای درس بخونی اون چک لیست میذاری جلو، حالا چک لیست از کجا میاد؟ از تحلیل آزمون. حالا اینا رو من توضیح خواهم داد ان شاء الله. مواردشو توی تحلیل آزمون برای خودت آزمون تحلیل میکنه، میبینه که نقصش چی بوده، اون میاد تو چک لیست در 2 هفته آینده سعی میکنه اینا رو رعایت کنه، ضعفات درستشون بکنه. خلاصه چک لیستی که آماده شد آدم میذاره جلوش. مگه از این تو دو لیستای دراز داشته، آدم میذاره جلوش و هر وقت میخواد درس بخونه قبلش این دیگه مرور میکنه که من چی باید رعایت بکنم، یه ذره علاوه روانی اوکی میشه، بعد شروع میکنه درس خوندن. مسابقه تدارکاتی واسه همینه دیگه یوسف. دقیقاً. طرف مسابقه تدارکاتی میده، نقاط ضعف و قوت خودشو در بیاره، بعد برای مسابقه بعدی نقاطشو برطرف کنه. آیا واقعا شما آزمون‌های آزمایشی الان تبدیل شده به این موضوع؟ نه خیر، شده رقابت سمی. متاسفانه شده. اما میشه ازش استفاده درست کرد. بله اونجوری که بله. بزرگترین پشیمونی سال کنکورت چیه؟ واقعا با اون سوال پشیمونی بزرگی ندارم که بگم مثلا خدا رو بوده یه سری چیزا بوده که مثلا من بگم این کار میکردم بهتر بود، یعنی مثلا تو تابستون اگه یه ذره 12 میخوندم بهتر بود، ولی پشیمونی به اون صورت که الان واقعا ناراحت باشم ندارم. خدا رو 100,000 مرتبه شد. یه نکته دیگه هم یوسف نیا گفت خیلی جذاب بود. ببین یوسف نیا همه ما یه نوسان روحی داریم، اصلا تردیدی نیست، یه روز خیلی هاییم یه روز خیلی پایینیم. اینکه ما بتونیم خودمون رو کنترل کنیم زمانی که خیلی شارژید، بچه اون موقع هم چیز خوبی نیست. یعنی بچه‌ای که خیلی شنگولی اون روز ممکن اصلا حواست، یعنی که کاراتو درست انجام ندی، یعنی معطوف بشی به یه قسمت یادت بره بقیه رو انجام بدی، اون لحظه بعد خودتو بکشی پایین. موقعی که خیلی پایینی ما اصطلاح میگیم فسه طرف خودشو باید بکشه بالا. اینو خود آدم بعد انجام بده و خودشو در یک سطح انرژی نگه داره. این سطح انرژی باعث موفقیت. درست. من روی حرف شما اینو میگم که ما بهش میگیم رفتار مبتنی بر هیجانات غلطه. چه هیجانات خیلی بالا چه پایین. ما باید خط عمل کردی خودمون رو بدیم، هیجانات هم برای خودشون میان و میرن و ما باید کنترلشون کنیم. دقیقاً. بعد مدیریتشون کنیم. بله. ابوالفضل جان، بالاترین درصد توی کنکور مال چه درسی بود؟ همون درس رو هم حالا که بالاترین درصد توش داشتی شیوه مطالعات رو روی اون به من توضیح بدی ممنون میشم. بالاترین درصدم که زمین شناسی بود 100 بود، ولی خب
اگه بخوام بگم بهترین درسم کدوم بود، زیست شناسی 94 بود. چند تا تست نزدی؟ من هیچ همه رو زدم. همه رو زدی؟ یه دونش بی‌دقتی بود که خودم از جلسه اومدم بیرون فهمیدم غلط بود. خیلی هنوز دارم هرس می‌کنم سرش. یکی دیگه هم از این ابهامی‌ها احتمالاً غلط شده. زیست و توضیح میدی. حالا زمین خیلی جایگاهی چون نداره، حالا داره جایگاه داره ولی مثل زیست نیست. زیست و توضیح میدی که من بله. زیست خب من حالا تو همه درس‌ها سعی می‌کردم به اساتید و کسایی که بهشون اعتماد دارم و حساب کار بلدن اعتماد بکنم و چی میگن هر چی اونا میگن عمل بکنم. زیستم روش مطالعه خاص عجیب غریبی نداشتم، همون شاید مثلا چک لیسته خورد مثلا از بقیه متمایز. وگرنه زیست کلا خوندنش اینجوریه که شما باید کتاب درسی اولویت اول باشه، یعنی کاملا تکیه تو کتاب درسی باشه. این کتاب درسی رو مشتی می‌خوندی ابوالفضل؟ آره اصلا یعنی من یه جوری شده باید یه جوری بشه که شما کتاب درسی رو حفظ باشه. دقیقاً. نه که از دفعه اول شروع کنی حفظ کردنش خط به خط، ولی اینقدر بخونی که حفظ بشه. یعنی در قالب تکرارهای مدون. دقیقاً. دیگه کار بعدی چی بود توی کتاب درس؟ درسی آدم باید یه بار بخونه، حالا گفتار به گفتار، یه گفتار کامل دقیق خونده میشه. بعد تست‌های آموزشی یکی یکی با بررسی بعد از همون تست از کتاب منبع اول. خب نه، حالا تستایی که درستم میزدی رو بررسی میکردی یا خیر؟ اگه شک داشتم چون خیلی بچه‌ها اینو میپرسن. نه ببین تستی که شما درست میزنی و مطمئنی که درسته دیگه نیازی نیست. ولی فکر کنم مثلا شمارشی هایی که درست زدی رو چون شاید بعد چی در چون شمارشی شما دو تا اشتباه بکنی درست میذاری. منفی در منفی مثبت میشه. میدونی درست میزنی. آره. البته هرچند الان تو کنکور امسال و احتمالاً سالهای بعد خیلی بهتر شده، یعنی نمیگه چند مورد درست است، میگه کدام موارد درست است. اینجوری هم آسان‌تر شده هم علاوه منطقی بهتره. بسیار عالی. نکته دیگه در مورد زیست شناسی؟ زیست نه میگم هر چیزی که اساتید حساب خوب زیست میگن درسته با هم کار. چیزی دیگه چیز پیچیده عجیب غریبی نداره، مگر همون چک لیسته که توضیح دادم. بسیار عالی، بسیار عالی. صحبت پایانی چیزی میخوای به بچه‌ها بگی که بهشون کمک بکنه؟ صحبت پایانی نمیدونم اینجا جاش هست یا نه، ولی میخوام اول از پدر و مادرم خیلی تشکر بکنم. جاش اینجاست. جاش خدا حفظشون. خیلی واقعا چی میگن، نمیخوام بگم خیلی زحمت کشیدن، خیلی زحمت کشیدن ها، ولی بیشتر این رفتار درست و مثلا عشق میکنم با مامانم. خدا حفظشون کنه. خدا حفظشون کنه. واقعا نمشون گرم. خدا حفظشون. بعدم از مشاورم که حالا گفتن نگین کیه. نگین، ما گفتیم آقای یوسف نیا رو نگین. بله نگین مشاورتون آقای یوسف نیا. خیلی تشکر میکنم. زحمت کشیدن و دوستانی که دیگه کمک دادن توی مسیر، همه اون اکیپی که 2 هفته یه بار با هم دیگه بعد آزمون میرفتیم بیرون و میرفتیم دوستانی بیرون که کمک می‌دادن. تفریح هم داشتی؟ همین دیگه، هم تفریحمون دقیقاً این بود که 2 هفته یه بار که آزمون برام چیه برگزار می‌شد، بعد آزمون میومدیم بیرون با هم دیگه میرفتیم. کجاشو نپرسیم دیگه، نه؟ بعد آموزی نداشته باشه برای بچه‌های مردم. بس تفریح هم داشتن آقا، اینا تفریح هم دارن. آره تفریح که بیشتر در قالب کوه و راهپیمایی و یعنی پیاده روی و اینها بود یا نه مثلا دیگه حالا سال کنکور کمتر شد. قبلا بیشتر بود، قبلا خیلی کار ورزشی می‌کردیم، ولی خب سال کنکور دیگه نمی‌رفتیم، مثلا یه کافه می‌نشستیم کار ارزشی می‌کردیم. صحبت می‌کردیم. آره مثلا کتابی می‌خوندیم ما هم دیگه. نماز جماعت می‌رفتیم ما هم. خیلی اینم دیگه با توجه به هر کسی که بس این اتفاق هم خواهد. خیلی ازت ممنونیم. خواهش می‌کنم. آقای یوسف نیا خسته نباشید بگیم عزیزم. ان شاءالله که همیشه موفق باشید. اگه مطلبی دارید آقای یوسف نیا شما بفرمایید. نه خیلی ممنون، خیلی ممنونم از ابوالفضل جان که تشریف آوردن، تجربیاتشون رو با ما به اشتراک گذاشتن و ممنونم از شما که در جمع ما افتخار دادید و حضور داشتید. خدا حفظتون. خیلی ممنون.